سلام علیکم. سلام علیکم استاد انصاری عزیز. خالد بزرگوار، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشی. سلام خدمت همکارای عزیزت. سلامت و خدمت دوستان. سلامت باشید. تشکر شما. قربان شما شم. استاد انصاری عجب کلیپای پخش کردی، خیلی جالب بود. آخر این ملت ایران چطور به نظر شما اینا چطور یک تا پرست شوند؟ این ملت البته بیشتر الحمدلله یک تا پرست شدن. این بقیهش که آخوندا رو ببینن چی فکر کنن، اینا چی دارن، چی میگن، اینا دیگه از اینا چی بدتر از این انسان ها دیگه هیچ وجود نداره. در بین تمام انسان ها بدتر از این آخوندا دیگه وجود ندارن. درست. کتابا اینا رو مطالعه بکو، با خود اینا نگاه کو، کفشای زرد اینا رو نگاه کو، این فریبکاری رو نگاه کو. خالد جان برادر عزیز، شما از کسی که شیر خر بخوره دیگه از او چه توقع دارید؟ کسی که شیر خر بخوره حرف شما چه توقع؟ و کسی که بیا با دختر شیرخواره تو فکرش بکو اصلا در یهود، نصارا، هندو، سک هیچ جای دنیا تا حالا چنین حرف شنیدی که کسی بیا با دختر شیرخواره صیغه بکنه؟ الله المستعان. این که رهبر از یا که چنین انسان باشه، امیر خمینی که چنین حرفی را بزنه در کتابش موجود باشه، آیا از این آخوندهای نیمچه ملاهای اینا چی باید توقع بکنه؟ خوب فکرش بکن. صیغه با دختر شیرخواره. آیا اگر مثلا کسی بیا به اینا بگه شما اجازه بده که ما هم با دختر شیرخواره شما صیغه بکنیم، آیا اینا جایز میدانن؟ اجازه میتن؟ هرگز نه. باور بکو اگر امروز از یک مسلمان بپرسن که دشمن اسلام کی است، به یقین خواهند گفت که یهود و نصارا و بقیه مشرکین. اما اگر کسی از عقیده اینا، از کتابای اینا، از خود آخوندا با خبر باشه، قطعا خواهند گفت که دشمن اسلام همین رافضیای تشیع هستند. هیچ شکی در این نیست. هر کتاب اینا را بخوانی به دین خود، به مذهب اهل سنت بیشتر پایبند میشی. شما مثلا یک کلیپ رو ببینه، نگاه بکنه که یک آخوند داره صحبت میکنه در مسجد اینا، در مجالس اینا، اول که نگاه بکنی میگی والا این فکر میکنی این مسلمان است، این صحبت از اسلام میکنه. 4-5 دقیقه که رد میشه میبینی که همه را دعوت میکنه به شرک، همه را یک سره دعوت میکنه به قبر، همه را میگن فقط بگه یا حسین یا علی، اصلا از خدا، از قرآن نیست. در مسجدهای اهل سنت شما بری ببینید هیچ جای در هیچ مسجدی صحبت از حرفای الکی نیست، فقط صحبت از الله، صحبت از قیامت، صحبت از دنیای که فقط عبادت در او باشه، صحبت از ملائکه. هیچ کس نمیاد بغض و عداوتی که امروز اینا فقط در دل مردم تشیع بیچاره که اصلا از دین خود، از مذهب خود آگاهی ندارن، فقط بغض، کینه، لعن، نفرین، اونم به کی؟ به یاران پیامبر، اونم به کی؟ به همسران پیامبر. از برای خدا این چه مذهب است؟ این چه میکروبی است که در جامعه بشریت جای گرفته؟ خدا شاهد است سگ یهود و نصارا، سگ هندو از این رافضیای مشرک بدتر هست، بهتر است. میدونی چرا؟ امروزه دیگر مشرکان به این اندازه شرک نمیکنن. اینا هزار زیارت و نمیدانم زیارت خانه و زیارت و اینا را در ایران ساختن. از انقلاب تا به امروز فکر میکنم بیشتر از چندین هزار زیارت اینا درست کردن. شب خواب میشن، فردا بلند میشن چی میگن؟ ما یک زیارت در خواب دیدیم. فردا ببین که اونجا دیگه شروع میشه فقط پول برید. ملت بیچاره را به کجا کشاندن؟ این ملت از بینونی، بی آبی میمیرن. اینا دارن از یک ارتش شکست خورده بشار اسد میرن پشتیبانی میکنن. میلیون ها پول، حتی میلیاردها دلار میرن پشتیبانی از کی میکنن؟ از یک ارتش آدم کش کافر بیدین که اصلا نه از اسلام خبری داره، اصلا انسانیت نمیدانه. بشار اسد چی میدونه انسان چی است؟ اینا دارن از اون حمایت میکنن، خودشان که بدتر از او هستن. ملت ایران اجازه نمیدن که یک کلام حرف بزنه. مگه از اینا خائن‌تر در دنیا؟ اینا دارن شعار میدن که های حقوق بشر فلان فلان. آقا جان، مشرکترین بدبختترین انسان ها این آخوندا هستن.
فقط به فریب دادن مردم مسلمان بیچاره تشیع آمدن. و اگر نه اینا که نمیتونن با اهل سنت بیان صیغه بکنن، همون ملت بیچاره شیر گیر کردن، همونا رو میتونن فریب بدن و به ما نمیتونن اینا ضرر برسونن. به خودشان اگه بگی بیا باید دختر آخوند اجازه میده کسی صیغه بکنه؟ هرگز نه. ولی خودشان دارن خمس، صیغه، زکات. خداوند اینا را از شر اینا را از سر مسلمان ها، از سر اهل تشیعی که واقعا تشیع هستن، واقعا اهل بیت دوست دارن. حالا کار به صحابه نداریم، اما اهل بیت واقعا دوست داشته باشن، از همون اهل بیت واقعی دفاع بکنن. اینا که اگر خداوند شر این آخوندهای صیغه‌ای، بت پرست، مشرک، قبر پرست خداوند از سر مسلمان ها کم بکنه ان شاء الله. آمین. خالد جان برادر عزیز، از طریق کدام ماهواره شما وصال حق رو میبینید؟ ما از طریق اینترنت میبینم شما. اینترنت، درست. جای دیگه هستم. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. قربانت، زنده باش. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. من یکی از این یابوهایی که باید مسلمان ها بشناسنش همین خمینی دجال است. این زندیق مرتد کثیف، این انسان روانی و مریض، انسان بیمار، انسانی که واقعا یعنی دچار شذوذ جنسی بوده این شخص، یعنی مریض بوده. اگر در اروپا، در آمریکا با وجود همین فجایعی که در اونجا هست، اگر این شخص در اونجا این حرفا رو میزد، میبردنش، اینو پدرش رو در میآوردن، در دادگاه محاکمه میکردن. این انسان کثیف ببینید که در کتابش چی میگه. این کتاب چاپ خودشونه. کسایی که شک دارن از پیروان خمینی مرتد زندیق برن ببینن این دجال مریض جنسی رو، ببینن که در کتابش چی نوشته. این کتاب تحریر الوسیله است از خمینی کثیف. اینم در ایران چاپ شده، شناسنامه کتاب. مسئله 12 رو برید ببینید در کتاب. البته در چاپ‌های جدید این رو ماسمالی کردن، اما عربیشو هم فارسیشو ببینید در صفحه 430 کتاب نکاح، در کتاب نکاح مسئله 12. در اینجا این نص عربیش است، در مقابلش اینجا صفحه 431 میگه مسئله 12: نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست. نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع. اما سایر لذت ها، تصور بکنید، سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. شما رو به خدا در اون انسانهای وحشی که در جنگلهای آمازون به قول این صیغه‌زاده قوم قزوینی زندگی میکنن، این با طفل شیرخوارشون کسی این کارو میکنه؟ والله حیوانات این کارو نمیکنن. شما رو به خدا دیدید میمونی، گاوی، گوساله‌ای، خوکی، سگی، گربه‌ای با نوزاد، با کودک شیرخوارشون اینطوری برخورد بکنن؟ تفخیذ میدونید یعنی چی؟ فخذ یعنی ران. من شرمم میاد که اینو ترجمه بکنم در یک شبکه ماهواره‌ای. این ملعون خمینی کثیف مریض در کتاب خودش این حرف رو نوشته. شما رو به خدا اینا انسانن؟ اینا از بشریت بوی بردن؟ اینها چرا پارازیت پخش میکنن رو وصال حق؟ به خاطر که اینها رو ما چهره های کثیف اینها رو نشون دادیم به مردم، کسایی که فریب این آخوندا رو خورده بودن. این تنها ترجمه فارسیش بود. این در کتاب دیگرش همین حرف رو میزنه خمینی در منهاج الصالحین. تشکر میکنم از شما. در چاپ دیگر تحریر الوسیله در صفحه 221 مسئله 12 در کتاب نکاح، این کتاب تحریر الوسیله‌ای که در دمشق سفارت ایران چاپش کرده، در دمشق سفارت الجمهوریه الاسلامیه ایرانیه به دمشق. شما تصور بکنید در سوریه به مردم چی رو یاد میدن؟ که چگونه با طفل شیرخوارشون عمل جنسی انجام بدن. تشکر میکنم. در چاپ دیگر تحریر الوسیله، این کتابش جلد 1 صفحه 241 مسئله 11 و 12 در اینجا: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، أما سائر الاستمتاعات كاللمس بالشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. حتی در طفل شیرخوار این کارا رو بکنید اشکالی نداره.
این از دین و مذهبی که خمینی و خامنه‌ای ملعون دارن تبلیغ میکنن و وقتی که چهره کثیفشون رو ما به مردم نشون دادیم، شناساندیم چهره کثیف اونها رو، میان رو فرکانس های وصال حق پارازیت پخش میکنن. ما بلای سرتون بیاریم ان شاء الله که دیگه خجالت بکشید از اینکه کتاب های خمینی و خامنه‌ای رو شما در بین مسلمان ها پخش بکنید.